سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من وجیحه هستم. به آشپزخونه شور و شیرین من خوش اومدید. امروز میخوام شیرینی پادرازی درست کنم، یک شیرینی فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه که با بازاریش مو نمیزنه، بافتش عالی هست، بسیار خوش عطر و طعم. با من همراه باشید. 100 گرم آرد قنادی احتیاج داریم، 100 گرم آرد برنج، 100 گرم آرد نخودچی، 100 گرم پودر قند، 150 گرم احتیاج داریم به روغن صاف خونگی و نصف قاشق چایخوری پودر وانیل، یک عدد تخم مرغ، یک قاشق غذاخوری پودر زنجبیل، نصف قاشق مرباخوری پودر هل، یک قاشق غذاخوری هم شربت بار. اول از همه میریم سراغ الک کردن پودر قندمون. حتما تمام موادتون رو برای این شیرینی الک کنید که اگر ناخالصی داره گرفته بشه. مثل من که میبینید داخل پودر قندم یه مقدار شکر درشت وجود داشت و ازش خارج کردم. و بعد هم میریم سراغ اضافه کردن روغن صاف خونگیمون. طریقه درست کردن روغن صاف خونگی رو توی یک ویدیو قسمت بالای صفحه میذارم، حتما برید ببینید. بعد از اینکه روغن رو بهش اضافه کردیم، با قاشق شروع میکنیم به مخلوط کردن پودر قند و روغن. دوستان گلم، اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودید لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیومو لایک کنید. کامل پودر قند با کره رو مخلوط میکنیم. این شیرینی یک شیرینی فوق‌العاده راحتی هست، نیاز به همزن نداره و تمام کاراش رو شما میتونید با دست به راحتی و خیلی سریع انجام بدید. خب مقدار آردی که داشتیم رو الک میکنیم، آرد نخودچی رو هم الک میکنیم. من داخل کانالم یه دستور دیگه از شیرینی پادرازی رو گذاشتم، قسمت بالای صفحه لینکش رو میذارم، اگر دوست داشتید میتونید ببینید. گندم، آرد برنج و آرد نخودچیمون رو هر سه تا آردی که داشتیم رو الک میکنیم و پودر هلی که داشتیم رو بهشون اضافه میکنیم به همراه پودر زنجبیل و مقدار وانیلی که داشتیم و همچنین یک عدد تخم مرغ. تمام مواد رو مخلوط میکنیم. یه قاشق شربت باری که داشتیم رو هم اضافه میکنیم. شربت بار برای طلایی شدن روی شیرینی داخل فر هست، اگر که نداشتید احتیاجی به اضافه کردن نیست. و شروع میکنیم به هم زدن. با دست ورز میدیم تا خمیرمون یک دست بشه. دوستان گلم، من داخل کانالم دستور شیرینی های متنوعی رو گذاشتم. اگر دوست داشتید چند نمونش رو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم، همچنین لینک چند نمونش رو قسمت بالای همین صفحه براتون میذارم، اگر دوست داشتید میتونید ببینید. بعد از اینکه خمیرمون رو ورز دادیم به این صورت در میاد. یه مقدار خمیر من اینجا شکننده هست و خوب قالب نمیخوره. من اجازه دارم یه قاشق غذاخوری بهش روغن مایع اضافه کنم. اگر شما هم خمیرتون مثل من شکننده بود و قالب نخورد خوب، میتونید بهش یه قاشق غذاخوری روغن مایع اضافه کنید. در حد یک قاشق مجاز هست، بیشتر اضافه نکنید. و مجدد ورز میدیم. ببینید دیگه خمیر ما زیاد شکننده نیست و به راحتی قالب میخوره. داخل دست بهش شکل میدم. به راحتی میتونید شما قالب بزنید. برای اینکه بتونیم خیلی خوب قالب بزنیم و خمیرمون از صفحه کارمون جدا بشه، روی صفحه کار یه نایلون پهن کردم من و خمیرم رو صاف میکنم. با وردنه کامل روی خمیر رو صاف میکنیم. دوستان گلم، ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیومو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. خب این هم از کاتری که من میخوام ازش استفاده کنم. کاتر من مخصوص شیرینی پادرازی هست، اما اگر شما کاتر شیرینی پادرازی در دسترس نداشتید میتونید از هر نوع کاتر دیگه ای استفاده کنید.
یک خمیر فوق‌العاده عالی و لطیف که به راحتی شما میتونید کاتر بزنید و به این صورت خیلی راحت خمیرتون رو بهش شکل بدید. خب قرار میدیم روی سینی فر. تمام خمیرمون رو به همین صورتی که دیدید کاتر میزنیم و روی سینی فر قرار میدیم. مدت زمان پخت این شیرینی بستگی به فرتون داره که از گازی استفاده کنید یا فر برقی. فر گازی اگر استفاده کردید با دمای 180 درجه به مدت 1 تا 20 دقیقه اجازه بدیم تا کامل شیرینیمون طلایی بشه. خب حالا میریم برای تزیین شیرینیمون. یه دونه زرده تخم مرغ رو با نوک قاشق چایخوری نمک مخلوط کردم و میزنم روی شیرینی. زرده تخم مرغ کمک میکنه تا روی شیرینیمون طلایی تر و جذاب تر بشه. بعد از اینکه همه شیرینی ها رو زرده تخم مرغ زدیم، با یه چنگال یا هر وسیله‌ای که در دسترس دارید میتونید روش رو به این صورت شیار بندازید تا طرح خود شیرینی پادرازی روی شیرینیتون بیفته. روش رو هم میتونید با هر چی دوست داشتید تزیین کنید که من از کنجد استفاده کردم. این همه از شیرینی های خوشمزه، ترد و عالی و جذابمون که آماده شد. امیدوارم که با این روش و با این دستور من درست کنید و کنار خانواده عزیزتون نوش جونتون کنید. ممنون از نگاه زیباتون هر کجای دنیا که هستید. خوب و خوش و خرم باشید. خدا نگهدار.